رقابت محاسبات ذهنی 450 نفر از کودکان و نوجوانان هوشمند 24 کشور جهان این گونه آغاز شد. روی صندلی‌های مختلف محل برگزاری مسابقات نابغه‌های کوچک ایرانی از 4 گوشه کشورمان به چشم می‌خوردند. با شرکت بیش از 24 کشور مطرح در حوزه منتال آریتماتیک داره این مسابقه برگزار میشه. کودکان هوشمند ایرانی با 23 نابغه از 9 استان در این مسابقات شرکت کردند. مسابقات در 5 گروه سنی مختلف برگزار شد. در هر گروه 5 رده برای نفرات برتر وجود داشت که عبارت بودند از قهرمان، رتبه اول، رتبه دوم و رتبه سوم. محمد نوری هستم از استان کرمانشاه، عضو تیم کودکان هوشمند ایران، قهرمانان شدم و 8-9 ساعت تو چرکه کار میکنم. نابغه‌های ایرانی در 2 گروه قهرمانان و در 3 گروه دیگر قهرمان شدند. پس از اعلام نتایج نهایی تیم‌های شرکت کننده، کودکان هوشمند ایرانی در رقابت با کودکان 24 کشور جهان به مقام اول دست یافتند. سال آینده در مسابقات پاما 2024 کشورمون ایران برای اولین بار میزبان مسابقات جهانی خواهد بود. قرار است 22مین دوره مسابقات بین‌المللی محاسبات ذهنی با چرتکه معروف به پاما 2024 در جزیره کیش برگزار شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی 9.